Go away, okay? Go away! Okay, let's try to buy some fruit here in Afghanistan. Assalamu alaikum. Salam, salam. Oh, salt or sugar? I'm gonna go in the middle of the street so maybe she goes away. Bro, this is fucking insane. I can't even try my fucking cherries, bro. Bro, go away, okay? Go away! It's salty. خب دوستای عزیز، همونطور که دیدیم یک ویدیو چند روز خیلی وایرال شده که یک گردشگر خارجی با لحن بد با چند تا بچه خرد صحبت میکنه. اگه واقعا عقلانی به فکر کنیم، واقعا حق به جانبه. چرا؟ از یک لحاظ که هر خارجی میره افغانستان، خیلی بچه و مردم دوری جمع میشن و طرف شاید میترسه، شاید همچون صحنه تا الان ندیده و این برای یک مدت کوتاهیه تا موقعی که طرف شو میشه همه دنبالشم و بیشتر نخواهش میکنم یک چیز بده یا یک کمک بکن. و بعد از این حرف من با پدرها و با کسایی هسته که اولادار به دنیا میارم و نمیتونم به زنا رسیدگی کنم. شما مرض داریم. همین الان من میشنوم طرف داره کراچی، خب روستاشون میگه من کراچیوانم، میگه اگه شو نتونم 100 یا افغانی کار کنم نمیتونم شو شکم زنه بچه خسر کنم. میگه چند تا بچه داریم، میگه یکی به رای 10 تا هم بخونه. خب بس دیگه، شما چقدر داریم؟ یعنی شما دیگه خدا بیا به شما چی نشون بده وقتی که تو نمیتونی شکم، تو که وقتی که خبر نداری تو شو نمیتونی شکم زنه بچه خسر کنی، تو 10 تا بچه چی لازمه؟ همون یک بیار که بتونی به زور رسیدگی کنی، بتونی به زور زحمت کشی که فردا روزم بتونی به جلوی بیرون شی بگی بابا من تو کلون کردم، تو نون دادم، تو الان زندگی داری، آینده مرم بیا بساز. وقتی که شما 10 تا به دنیا میاریم نمیتونیم تربیت کنیم، یک معتاد میشه، یکی میره گدایی میکنه، یکی به راه بد میره، بعدی هم پس توقع نداشته باشیم. پس باید از اول وقتی که یک کار میکنیم تایرم فکر کنیم.